سران کمیته انداز کودکس نو باج خراج را شرح دادند. آنها گفتند در کودکس نو شماره عمومی انداز یا مالیات از 10 به 7 عدد کم شده است. این چنین انداز از درآمد با انداز از فایده یک جای کرده می شود. سبکی دیگر این یک جای کردن انداز از واسطه‌های نقلیات با انداز از مال و ملک بوده است. تغییرهای دیگری قانون انداز را چنین شرح دادند. در برابر این در لایحه معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی برای فعالیت استحصالی به اندازه 13%، برای دیگر نمود فعالیت 18%، قبلا 23% بود با 5% کم کرده شد. برای تشکیلات‌های مالیوی قرضی و شرکت‌های موبیلی به اندازه 20%، قبلا این معیار 23% بود، یعنی با 3% کم پیش بینی کرده شده است. در لایحه کودکس انداز معیار یگانه انداز از درآمد شخصان حقوقی به اندازه 12%، یعنی یک تا معیار معین کرده شد. قبلا 8 و 13 بود، یعنی 1% معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی کم کرده شده. یک نوگانی دیگر که می تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبری خوب باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی است. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمندشان به اندازه 25% معاش به بودجه انداز حفظ اجتماعی میدادند. در کودکس نو معیار این انداز 20% پیش بینی شده است، ولی مسئولان کمیته انداز از سبکی‌های کودکس نو نگرانی‌های هم دارند. در حقیقت باعث تلفات هم میشود. من حسابات پیشکی قطعی مبلغ‌های کلان هم تلفات میشود، برای که نمود اندازه نشید، ترتیب حساب کردن معیار گشت منبع دیگر میشد، تاثیر میکند به حساب پرداخت اندازه. البته مرا دیدم که بعد این مقصد همی است که امتیازات که استحصالات درست شود، جایگاه کوریج وسیع شود، منبع الهی پیدا شود. البته کودکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری‌های گرانش انتقادهای زیاد را به میان آورده است. کارشناسان امید دارند که کودکس نو این سرباری را کاهش دهد. گذشته‌های ما هم میگفتند که برای ترقیات جمعیت دو چیز در کار است. یکم انداز سبک، دویمش تینجوی امانه. همین چیز دو چیز لازم است. ما البته تینجوی امانه هست، نگه انداز مسئله انداز البته مختار وای نیست، سبب نیست، مردم وزنی نمیگیرد. در تاجیکستان 3 بار کودکس انداز عوض شد، اما به گفته اقتصاددانها هیچ یک از آنها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. نظری که مقامات به آن راضی نیستند و میگویند به صاحبکاران سبکی‌های زیاد دادند و میدهند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.